در جواب این سوال که آیا در این بیزینس آنلاین هم محصول وجود داره، باید گفت که بله، در تمام بیزینس های قانونی باید محصولی وجود داشته باشه که اون بیزینس رو به عنوان یک بیزینس قانونی مشخص بکنه. در این بیزینس آنلاین ما همین محصول وجود داره. محصولات های تیکت و مدیکال گریدی هستن که زیر نظر یک کمپانی معتبر ژاپنی که بیشتر از 50 سال قدمت داره این محصولات تولید میشه و در بازارهای جهانی به فروش میرسه و به صورت آفلاین در فروشگاه ها خرید و فروش میشه. و زمانی که این بیزینس حدودا 8 سال هست که به صورت آنلاین فعالیت خودش رو شروع کرده، این محصول به عنوان سرمایه گذاری در این بیزینس قسمت آنلاین استفاده میشه. یعنی شخص با سرمایه گذاری که انجام میشه این محصولات رو دریافت میکنه با انتخاب خودش. چون محصولات مختلفی هستش و این محصولات برای استفاده شخصی خود فرد فرستاده میشه. محصولات همونطور که گفتم های تیکت و مدیکال گرید هستم. من خودم در زندگی روزانم روزمرم ازش استفاده میکنم و خیلی هم راضی هستم. پس شما با سرمایه گذاری که انجام میدین محصولاتی دریافت میکنین که برای خودتون فرستاده میشه. در قسمت آنلاین بیشتر تمرکز روی آموزش و یادگیری سوشال مدیا مارکتینگ هستش، به خاطر اینکه شخص با اون سرمایه گذاری که انجام میده آموزش این سوشال پلتفرم های سوشال مدیا رو داشته باشه که بتونه بیزینسش رو راه اندازی بکنه و در این پلتفرم ها مشغول باشه. و زمانی اینجا وقتی که شخص کسب درآمدی براش اتفاق میفته که محصولی به صورت غیر مستقیم فروخته میشه. یعنی در این بیزینس ما هیچ گونه محصول به صورت مستقیم خرید و فروش نمیشه. تمام محصولات به صورت غیر مستقیم، طوری که شخص دیگه وقتی به این بیزینس ملحق میشه و دوست داره که این بیزینسش رو شروع بکنه، با انتخاب خودش که چه محصولی انتخاب کنه و چه محصولی خریداری بکنه بر اساس اون قراردادی بسته میشه و اون زمانی که کامیشنی اتفاق میفته. بله، پس در این بیزینس مثل تمام بیزینس های قانونی آنلاین محصولی وجود داره که به صورت غیر مستقیم فروخته میشه.